ما بارها برای هموطنان گفته بودیم که حکومت امروزه رحمانوف قدرتی اوی را نداره که اگر مبادا یک مشکلات آمد و هزارها صدها هزار هموطن به وطن برگشت نمیتونه که برداشت این همه مصیبت داشته باشه و آنها را جای کار و زندگی بده. به خاطر چی؟ به خاطر این حکومت در دوام این همه سال بجز از غارت کردن بودجه کشور و اون درآمدی که لااقل اگر ما از حساب همین مهاجری که سالانه تا از 4 میلیارد تا 8 میلیارد دلار به تاجیکستان روان میکردن، اگر این حکومت این مبلغ میگرفت با طوری باید و شاید صرف میکرد، کارخانه ها و انشاءات ها و شرکت ها و نمیدونم هر چیزی که لازم بود برای چرخه اقتصادی دولت چرخانیدن و بایی کردن بودجه کشور اگر صرف میکردن، من مطمئن هستم که امروز جامعه ما در این حالت نمی افتاد. در روسیه 5000 کیلومتر او سم جنگ است. تأثیر او در بازارهای کشوری ما گرانشوی نرخ پول، گرانشوی ذخیره ها. به خاطر چی؟ به خاطری که وعده های امام علی رحمانوف وعده های پوچ از امنیت آذوقواری. یعنی چی؟ امنیت آذوقواری یعنی چی؟ در اینجا چی باید در ذهن مردم بیاید؟ امنیت آذوقواری داشتن ماشین های گرانبها، داشتن بیناهای بلند صاحب کارا ساخته، داشتن دامادهای زیادی که تجارت و پول و مال دارن، همین است امنیت آذوقواری؟ البته که نه. البته که وقتی در یک ماه نشده است، حالا یک ماه نشده است، الکی مردم به داد آمده است. در بازارها نرخ نما گران، انتقاد پول نیست، مردم گرسنه، قیمتی از این سمت نبودن چیزهای اولیه مردم، خوراک و اون چیزی که در اولین فرصت استفاده میبرند. این دلالت به چی میکنه؟ دلالت به اویه که این همه چرت پرت هایی که امام علی رحمانوف در برنامه هاش میگه امنیتی آذوقواری، اینا یک افسانه بیش نیست. اینا یک افسانه بیش نیست و او خاطر رحمانوف با این اصول میخواه مردم را گل بزنه. و طور مثال امروز رحمانوف در پیام نوروزیش میرود دنبال گریختن از مسئولیت. مثال برانشک باباند را صدقاً دوست دارید، با صبر و تحمل باشید، عزت و احترام همدیگر را، قطع گردیدن انتقال مال و محصولات و حتی مواد دارویی در بین کشورها باعث اذیت میلیون‌ها نفر آدمان گردید. مردم شریف تاجیکستان باید در یاد داشته باشند که ما روزهای از این هم وزنین‌تر، سالهای بسیار سخت و هلاکتبار جنگ تحمیلی شهروندی 30 سال و 2 سال پسشوی بیماری کووید 19 را پس سر کردیم. از این لحاظ ما باید با صبر و تحمل باشیم، با واهمه و تعلق نیفتیم و باور داشته باشیم که مشکلات امروزه موقتی و گذرنده اند. در چنین شرایط ما هرگز نباید با امید دیگران شویم. این بد نیست، سرجم و متعهد باشیم، اهلانه کار کنیم، صافدلانه زحمت کشیم و کمبودی و مشکل های زندگی امان را خودمان برطرف سازیم. مخصوصا دهقانان اصیل ما که صاحب تجربه زیاد کشاورزی و مدنیت بلند زمیندار می باشند، باید از هر روز مساعد بهاری، این یکی از راه‌های اساسی با محصولات استحصال خودی آمده، هر یک عائله باید صرفه و سرشتکاری را رعایت نماید. آقای رحمانوف، یک هفته پس نوروز داری، شرفه و شرشتکارانت اوس مانده
همه قدر جموندنی است، این قدر به درجه بالا تیاری رسه که اول یه حرفی که میزنی جوابوی حرفت باید باشی. در همین شب روزی که ما در یک مشکلات بزرگ قرار داریم، پس خودت میگی کم بودن نبودن آذوقه‌واری، داروواری، شرفکارانه استفاده بردن و ها کذای حرفایی که است. آیا در همین حالت گرفتن جشن نوروز با میلیون ها سامانی ضرور است، درست است، لازم شماری؟ این همین قطع عقل داری آخی. یک حرفت با یک عمل دیگر شباهت نمیکنه، مانندی نداره. در اینجا مردم به شرفه و شرفکارانی دعوت داری، در یک جای دیگر مشرفای به معنی کردی. در یک طرف دیگر بگذار که گوش کنیم با چی میگه این مرده که خوب. این سالهای آخر بارها خاطر نشان کرده بودم هر یک عائله باید ذخیره 2 ساله مواد غذایی را در خاطر داشته باشیم. من بر رحمان در بعضی از سفرهایی که در منطقه میکنه این حرفا را میزد. برای چی؟ برای روزی مبادا. این مرده که خوب از مسئولیت گریختن است. اگر در همین پیام یک نفر بلند شد بگه آقای رحمانوف خب اینم من ذخیره 2 ساله نمیکنم، اگرم بکنم در کجا بکنم، چی ذخیره بکنم؟ برای من بگو چی ذخیره؟ لوبیا، مشنگ، نخود، جواری مکه، با چی؟ با چی؟ آیا من در آشیانه های دامای بلند آشیانه در نه طبقه زندگی میکنم؟ آیا میتونم 2 ساله کارتوشکا، 2 ساله پیاز، 2 ساله سبزی، 2 ساله گوشت، 2 ساله سمیتانه، 2 ساله مسکه، 2 ساله نمیدونم تخم مرغ، 2 ساله گوشت، این چیزا را میشوه. این چیزا را ذخیره را دولت جایهای مخصوص برای مسئله گوشت و شیر و چیزایی که از خلدنیک های بزرگ باید داشته باشه. نمیدونم برای مواد دیگر و پیاز و کارتوشکا سکلدهای مخصوص باید داشته باشه. و ایش از تلویزیون‌ها نشان بده، درس بده مردم بفهمونه که مردم جمهوری تاجیکستان دارای 5 ساله ذخیره بعدی است. یا دوست قصه میکنه، میگه در آلمان وقتی که کووید 19 آمد، بیماری کرونا ویروس آمد و مردم همه خیلی مغازه‌ها دیگر 20 کیلو و 10 کیلو و نمیدونم چند 20 لیتر و 10 لیتر روغن و آش گوشت و نمیدونم این چیزا رو میگرفت. و وقتی در روپروی کاسا آمد، یک نمیس آمد در روپروش ایستاد، هر زد گفت که لنگسم آیسته سراسیمه نشوین، یک پانیک از این چیز میگذره. ما بعد از جنگ بزرگی وطنی تا امروز ذخیره هایی داریم در وطنمون که اون تمام نمیشه در 1 سال 2 سال. فقط با پانیک داده نشوین، یعنی ما داریم. شما لازم نیست برین 20 کیلو و 30 کیلو بخرین، صبر کنین یک کمی جابجا میشه، باز از همون ذخیره هایی که دولت داره اون میبره برای مردمش، چون دولت برای مردم کار میکنه. و یکی از برنامه های رحمانوف هم این باشه امنیت آذوقه‌واری است. اما این مرده که خوب در 20 روزه که آمده است در روسیه جنگ است، الکی گوشاش شکید است، میگه من کار ندارم، من گفته بودم که 2 ساله ذخیره‌تون رو جمع کنین، کی داد رزبار نداری. مرده که خوب این همین پیامش ده الکی گفت من شما را گفته بودم میبرین، گشنه میمونین، صغیره میمونین، بیوه میمونین، پول دارین ندارین فرقی نداره. ما ها در خوبادیان، در خمسنگین، در جلیکول نمیدونم، در پامیل، در کلاب، در فرخار براتون گفتم که 2 ساله جواری مکه و لوبیا و نخودتون جمع بکنید. مردم مرغ نیست جناب رحمانوف، مردم مرغ نیست لوبی بخورن، گندم بخورن، نسک بخورن. مردم انسان است، میخواد گوشت مرغ بخوره، میخواد گوشت گاو بخوره، میخواد تخم مرغ بخوره، میخواد نمیدونم کلبسه بخوره، میخواد چیزایی که تو میخری مردم میخواد بخورش. ولی اومد از مردم تو باید جمع بکنی، اسکلات‌های مخصوص ده تو باید لوبیا جمع بکنی. اگر که جامعه گیش نمون در قدامت جامعه لوبیا بخری و نمیدونم نسک بخری و جگاری بخری و این چیزا رو بخری. ولی در حالی که وظیفه تو است و برنامه تو است، بعد از 7 سال پرزیدنتی که بالای میلاد اومدی سوگند یاد کردی امنیت آذوقه‌واری که از برنامه‌های تو بود. 4 برنامه داشتی، یگام هر چهارش خونسا شد، بیکار شد، اصلا کار نشدم است. انرژتیکا، راهسازی، امنیت آذوقه‌واری، کشور اگرصناعتی. یگام تشته با طلبات یگام تش ما جوابگو نیستیم. 10 روز شد، 20 روز شد در منطقه جنگ است، الکی ما کمبودی آر داریم، الکی نرخ نوای آردی ما در آسمان رفته است در کشور اگرری. این متخصص، این دعوای، این پیام چرت پرت تو، این قصول است که در یک مدتی که
تاثیر شب اینه که از همون راکتای نمیدونم بایرقتار تستر میبیو میرسه برهان اقتصادی در تاجیکستانی ما در 5000 کیلومتر جنگ است لااقل خب بعد از 2 ماه شوه یا چند سنت بالا شوه ما میگیم خب شاید به خاطر چی؟ به خاطر ما کشور اگراری هستیم. ما کشور اگراری هستیم. یعنی اگرار یعنی چی؟ ما اون کشور متالورگی نیستیم. اون متالورگ رنگا داشته باشیم تمام دیگر نه ما اگراری هستیم. ما شیر و گوشت و تخم و کارتوشکا و پیاز و گندم و جو و جواری مکا و چیزا باید برای ما فرای باشه، برای ما باید برایگان باشه در این کشور. میفهمین؟ همون نمکی که خواست همون پول میگه. این مرد که خوب در اینجا مسئولیت از سرش ساخت کرد. من شما را کار ندارم. من براتون گفتم که لوبیا جمع بکنین. داشته باشه. مانوش ولی این قصه میکنم. همچنین خاطر نشان میسازم که ما باید با تعلیم و تربیه فرزندانمان رشد علم و معارف بخصوص علمهای طبیعی دقیق و ریاضی که اساس آماده کردن کادرهای آینده سازی ملی می باشند اعتبار اولی درجه ظاهر نماییم و نگذاریم که در بین جامعه ما و مخصوصا نورسان و جوانان اندیشه های خرافاتی و تعصب و عنصرهای فرهنگ بیگانه نفوذ پیدا نماید. جشن نوروز که امروزها در دیار بیشتاسای ما تجلیل میگه آباد و پیشرفته تبدیل میدهیم و نفوذ و آبروی آن را از روزی که خدمت میشناسم همینطور دیدم فقط دولت پیشرفته میگویی. در عرصه بین المللی ما در 20 گونه کشورهای قشاق زده، در عرصه بین المللی یک کشوری کروپسی زده، در عرصه بین المللی یک کشوری نمیدونم فشار بالای مردمش، در عرصه بین المللی یک ملتی مهاجر و غلام و دربدر. این از او بامی بلند ما کشوری پیشرفت میکنیم. ما پیشرفت میکنیم. در جان همین مردم قدم پیشرفتی دون زده نخواهیم.